یه بار پول بده سانسوریا بخر، همون یه گلدونو بکن 10 تا گلدون. فکر نکنی میخوام بهت بگم بری برگاشت و قیچی کنی یا نه. تو پیج دختر گلفروش از این بچه بازی‌ها خبری نیست. اون قلقایی که گلخونه ها ازت مخفی میکنن، زورشون میاد به تو یاد بدن که یه گلدون و 10 تا گلدون. دختر گلفروش با جون و دل یادت میده. تو فقط اون انگشت مبارک رو بزن رو قلب سفیده تا قرمز شه و دنبالم بیا. این پیج آشپزی‌ها مواد لازم. یک عدد گلدون سانسوریای ابله که از گلدون درش میاریم و از ریشه های سفیدش لذت میبریم. سپس گیاه رو افقی کرده و خاکای اضافه دور ریشه ها رو میتکنیم و اون غلافی که حسابی ازمون دلبری میکنه و مطمئنیم غلاف قویه رو از گیاه مادری جدا میکنیم. که حواست با منه. اگه اینجا رو حواست نباشه هم گیاه مادری هم قلمت و فوت فنا میکنی. این جراحی که رو سانسوریات کردی یه زخم رو تنه مادری و قلمت ایجاد کرده. به وسیله پودر آنتی باکتریال این زخم و پانسمان تا هیچ عفونت و باکتری و بیماری وارد گیاه مادری و قلمت نشه. اگه این نکته ها رو یه 10 سال پیش بلد بودن، الان اون همه سانسوریای خدا تومنی و شهید نکرده واسه بودن. واسه این قلمه ها تو خاک دووم بیاره. قید گلدون قرتی و سفالی و تکسورا خوب بزن. هر خاکی دم دستت بود پای این بچه نری. این بچه هنوز جوونه، 1000 تا امید و آرزو تو داره. گلدون تنگ و کوچیک و پلاستیکی با یه خاک خیلی خوب و مغذی بفرستش سر خونه زندگی. محیطشو گرم ولی سایه انتخاب کن. قلمه تو با سرما و پرنوری دشمنی خونی داره. هرچی از کنارش رد شدی یه قلوب آب پاش بری، فکر این که بهش کود بدی و باعث بشی زودتر پاجوش بزنن و از سرت بیرون. یه 70 روز این بچه رو به حال خودش رها کن تا واسه پاجوش کجا بده. رو بنویسم و امضا کنم که اگه حرفامو گوش بدی و مو به موی کارایی که گفتم و رعایت کنی، جنابالی هم میتونی عین دختر گلفروش از گیاهات قلمه و پاجوش بگیری. حالا که سانسوریامون پاجوش باید یه برنامه تخصصی پاجوش دهی براش استفاده کنی. پیجمو فالو کن. لطفاً منو دنبال کنید تا من هم انرژی بگیرم برای اینکه ویدیوهای جدید و بهتر بگذارم.